سلام دوستان، خوش آمدید به کانال امین پزنده. روز عرفه مبارک باشد. امروز ما با همراهی شما با طلب و درخواست شما آماده می سازیم آش پلو. پیش از زیربک را سر کردن یک کاسه گرونج را من با آبی ایلیق تر کرده ماندم و بعدا برای یک کاسه گرونج 2 کالیس روغن استفاده بردم. روغن ما که گرم شد همراه میکنیم گوشت را و بعدا من کارتوشکا، چسناک و سبزی همراه کردم. موافق طعمتان شما نیز میتوانید همراه کنید. دخترها علاوه بلند به گوشت مایه سخت نمیزیربانیم، روش سخت زیر بدگر قبطش خام ماندنش ممکن. دخترها چه که میبینید در ویدیو نشان داده گذشتگی همین خیلی که تیار که شد گوشتتان میتوانید پیاز را همراه کرده. پیاز را نیز خوش را میزیربانیم تا سوپ سرخ شده نشه. من دخترها چسناکا روغن به زیرباندگی سببش مزه آش با دیگر خیل میشه نسبت به آب پختگیش. من پیازمو که سرخ شد اکنون همراه میکنیم سبزی را. 5 دانه سبزی را من برای یک کاسه گرونج ریزه کردم. سبزی را بسیار زیرباندن شرط نه دخترها، تقریبا 3 دقیقه نمک پاشته میزیربانیم. بسیار زیر بدگر آبنده آب شده رفتنش ممکن، به همین خاطر بعدا من کارتوشکا آش پیش از آب را همراه کردن گرفتم. آب شده نبرفتنش به نیم لیتر آب استفاده بردم دخترها برای زیربه 20 دقیقه علاوه مدت به میپزیم. آبی خنک من استفاده بردم دخترها، سببش نخودم خام بود، نخود همراه کردم. نخود من 8 ساعت آبی خنک به تر کرده ماندگی. من زیربکم تیار. اکنون همراه میکنیم گرونج را. گرونج 5-6 بار من شسته گرفتم تا آبش یک خیل صاف تازه شده نشه شسته میگیریم. بعدا بالاش به آب 1 بکل آب استفاده بردم. با گرونجتون کمی مولش بدیده همراه میکنید. آب باید بالی گرونجه پوشیده است. من چه که میبینید گرونج آب کشته گرفت. اکنون 1 بار آمیخته میکنیم قبطش به سفیدی هاش نماندگی باشد گرونج خام یعنی و به دم کردن تیار میکنیم آش را. میانش کمتر سوراخی کرده و بالایش زیره همراه کردم. اگر باشد دخترها همراه کنید، نباشد شرطم نه. اکنون محصولاتای پخته گرفته را به بالایش چینده آش را 15-20 دقیقه به دم میکنیم. اگر علاوه‌تان گازین باشد حرارت گازتان به دیده پست میکنید. اگر پلیته باشد اگر میکشیم دخترها تصفیه پلیته کتی خودش دم میخورد. من چه که میبینید آشم تیار دخترها دمش کشادم. اکنون بالاشنگی محصولاتاش به یک طرف گرفته آشمان را آمیخته کرده میبینیم، البته همراه. من چه که میبینید گرونجاش دانه دانه نچسبیدگی دخترها تیار شد. بهاگذاری از شما دخترها یگان جایی نافهمیش باشد البته در زیر کامنتار یا نوشته گذارید، من به شما حتما جواب میدم. اگر کانال ما به شما پسند آمده باشد ابونه شدن را و دستگیری کردن را فراموش نکنید. تا ویدیو رولیک های آینده خیر در پناه خدا باشید.